قبل از مادر شدن و بعد از مادر شدن. مرد قبل از پدر شدن و بعد از پدر شدن. اصلا تا بچه دار نشید من به شما میگم اصلا نمیفهمید خلقت یعنی چی، نمیفهمید خدا بودن یعنی چی. داد میزنی سرش، گریه میکنه، میدوه بغل خودت. قشنگ این عبارت رو میفهمی، هارب منک الیک، من از تو ترسانم اما به سمت خودت میدوام. قشنگ میبینی. خیلی حسای خوبه. آدم بعد از ازدواج، بعد از بچه دار شدن آدم میشه. ببخشید آقای خانم مجرد، چه گفتیم میگه نقطه مقابل تعهل تجرد نیست، مقابل تعهل توحشه. آدم رام میشه، اهلی میشه. قشنگ تو صفحه عجب. رفیقت نیست که ولش کنی بری، که زنته. 100 تا سکه هم که انداخته باشی 5 تومن غلط میکنی طلاقش بدی. الان بکشیشون بهتر در میاد، پول خونشون کمتره، دیگه رو میدی راحت، تازه بیمه پول رو هم میده. بهش میگه بیا ماشین میخوام پارکینگ ببرم بیرون، بیا فرمون بده، همونجا کارو یه سره میکنی، بیمه هم پولشو میده. فردا میبینی قتل‌های این شکلی زیاد میشه، میگن گیر میدن به ما بدبخت، با این یادشون داده بود. نه اینا خودشون انکارن همشون. آره نمیتونی که مثلا رفیقمه گور پدرش فردا محلش نمیذارم، اینا نیست. بچه‌ت میخواد چیکار کنی؟ نمیتونی ولش بکنی که. این تحلم کنید. ما باید از این فضاها استفاده، برای اینکه یاد بگیریم صبور شدن. اصلا روزه‌داری تمرین صبره.